تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 18. به سرای سنگ رسیده بود که صدای دفزنی هم بلند شد. این چنین معنی داشت که محبت خان و عروسش را از حرم سرای برآورده به باغ پشت قلعه میبرند. معرکه در این باغ زیر سایه درختان انبوه برگزار می شود. زنجیر اسبش را به اختخانه برده تا برآمدن شاه و عروس از دروازه در آنجا ایستاد. رو به رو آمدن با داماد و عروس، به خصوص هنگام از خانه برآمدن آنها، فال بد است. این دم روی جلاد را بینند چی؟ زنجیر از تصور چنین حال ریشخند زده با کراهت به زمین توف کرد. داماد و عروس در حلقه سازندگان و اعیان و اکابر زیر سرود شاه ما در سفر جانب باغ رفتند. زنجیر به دهلیز حرم درآمد و خواجه سرای را جیغ زد. وی با لباس سرخ ایدانه در حال حاضر شد. حوض آزاد باشد؟ پرسید زنجیر. بله صاحب. آبتنی میخواهی؟ ولعمت من گرمابه رفته بود؟ بله صاحب، نیم ساعت پیش برآمد. خوب. غرنگاس دماغی کرد زنجیر و گفت حالا من می‌درایم تو دو خدمتگار را موکل کرده به من لباس تازه بیار. خواجه سرای او را به گرمابه گسیل کرد و خود پی اجرای امر رفت. زنجیر لباسش را کشید و به ترانه سرایی سازندگان بزم که در گرمابه روشن‌تر صدا می‌داد گوش انداخته خود را به آغوش آب گوارا انداخت. وقتی شعله‌های آفتاب سر کوه از روزن گرمابه پریدند، خواجه سرای خبر آورد که کنیزک و زن خیاط آمدند. زنجیر امر داد چیور را به نزد عروس برد و تا لباس دوختش را به او پوشانده رضایت ولعمت را نگیرد رهایش نکند. خواجه سرای به چشم گویان نیم تعظیم کرد و برآمد. زنجیر هم از حوض بیرون آمد و خدمتگاران به نوبت باز دو بار دیگر بدن او را خار و مال کردند. از بین تمام مردانی که وظیفه‌دار بودند کسی چنین تن و توش تهمتنانه نداشت. آنها بازوان توانا، پشت و گردن چون کنده درخت مستحکم و پایهایی به مثل تنه شمشاد قوی و ورزیده اش را با حوصله تماشا کرده حیران می شدند که قد و بست مرد هم چنین زیبا و نظرربا می شده است. کاش که این گونه صورت و سمات را من هم می داشتم. به اختیار گفت یکی از آنها. این گپ به زنجیر پسند آمد. او پیکرش را یک لرزاند و به رانهایش تپ تپ زد و گفت شمشیرزنی مشکنی من بریم میشوی. به ما کی اجازت میدهد صاحب؟ روز دراز در گولخ علو میکنیم و آب میکشانیم. زنجیر نیمغرمه گفت و برخاست و لباس تازهش را پوشیدن گرفت. آن از یک ته شلوار قرمزی رنگ، چکمن نفیس بافت کابلی نارنجی و پیخهای کوتاه چاودی عبارت بود. پیش از آن که شاه و عروس از باغ برگردند من باید ولعمت خود را برارم. تصمیم گرفت داماد زورکی و جانب دهلیز راه کشید. خواجه سرای عروس را همراه کنیزک و زن هندو به دهلیز برآورد. زنجیر 20 روپیه چیور را به دستش داد. کنیزک با ما می رود، گفت زنجیر به خواجه سرای. پگاه با من می آید. خواجه سرای به علامت رضا سر جنباند و آنها را تا بیرون دروازه گسیل کرد. زنجیر عروسش را همراه کنیزک به اسب خود سوار کرد و خود به اسب از سیس گرفته نشست. از باغ آواز سازنده ها می آمد که شاه ما رواروی را می سرودند. این از آن درک می داد که بزم به آخر رسید و محبت خان و زنش به دربار برمی گردند. زنجیر هم با عروس نادلخواهش به یگان نشان خرسندی جانب دیمرغان شتافت. شام لحظه به لحظه تاریکتر می گشت و دل شاه و عروس سیاهتر. هر دو هم چنین ازدواج تحقیرآمیز را خوش نداشتند. وقتی به حولی بلند زنجیر در آمدند
گریه جانسوز تمام وجود سفرما را به لرزش آورد. او شال را سخت گزید تا هنگاس نزند. اشکهایش 6 قطار می ریختند. سینهار زنجیر که در پیش دروازه آنها را با شیروغن پیشواز گرفت حیران پرسید: تا زنجیر، خاله‌ام برای چی میگرید؟ زنجیر به فرآمدن عروس از اسب یاری کرد و گفت: از خرسندی که من و خاله‌ات داریم. آمدگان هر سه برای نشکستن تعامل یک قلتی شیروغن نوشیدند و زنجیر و سینهارش عروس و کنیزک را به مهمانخانه بردند. پسرانش نیز در آمدند و در پایگاه ایستادند. ملا کو؟ پرسید زنجیر. نه آمد. با سر خم جواب داد پسر خردی. چی خیل نه آمد؟ متحیر و ناباورانه آواز برآورد زنجیر. آخوان نخواست شرح داد با آواز شکسته دلباور. گفت که چی گفت؟ مشت گره کرد زنجیر و چون درک کرد که پسرش در نزد مهمانان همه گپ را گفتن نمیخواهد خود را نگه داشت. چی بوتی امانت بر این راست استاده اید؟ دستارخوان اندازید، خوراک بیارید. و خود از قفای پسرش بیرون برآمد. وی پدرنالت نورسید چی کار ضرور داشت که نه آمد؟ از جوش غضب لبان زنجیر لرزیدند. تتیک گفت با آواز التجامیز دلباور: مرا جنگ نکن، من راست گپ را میگویم. بگو آخر. از شدت کنجکاوی چشمان پدر در نظر پسر بیگانه تافتند. وقتی به آخوان خواهشت را رساندم گفت که اولا نکاح کردن در همه جا مسئولیت خلیفه همان محل است. بعداً به پدرت رسان که من در معرکه ظالمان اشتراک نمی کنم. همین خیل گفت؟ ناباورانه پرسید زنجیر. ها، عیناً همین گپ را گفت. تصدیق کرد پسرک و گریه گلوگیرش کرد. باز چی گفت؟ دیگر هیچ چیز. ها، یک شاعری درباره پادشاه خواند. شاعری؟ آخوان شعر می نویسد، گاهی برای ما می خواند. درباره پادشاه چی گفته است؟ محبت خون بی محبت، خونخوار، ظالم. عیناً در یادم نیست. مرداره. در دل زنجیر آتش قصاص علنگ زد. نه آمد هیچ گپ نه، از وی بهترش را می بیارم. آن شب زنجیر و سفرماه را عقد نکاح نصیب نشد. زنجیر و اهل خانواده او بجز زن و نبیره‌هایش برای عزت زن پیشتره شاه شغنان عبدالرحیم خان و با امر تقدیر عروس شدن او به خانه آنها تا یک پاس شب نشستند و سرگذشت تلخ و شورانگیز این زن را از زبانش شنیده مات و مبهوت ماندند. در صورت سفرماه آثار از جمال عروسی نبود. با چشمان از گریه ورمیده، روی تیره، پیشانی آجنگ زده و ابروان گره بسته‌اش زن ماتم زده را به خاطر می آورد. اهل خانواده زنجیر گمان کرده بودند که عروس، آن هم بیوه پادشاه، چون آفتاب شعشع پاشان به خانه آنها می درآید و گل سر سبد خاندان می شود و مادر آنها از چشم همه می افتد. ولی سفرماه به چنین حال نه تنها با ابینش سر رقابت نداشت، بلکه با یک دیدن در دل حاضران احساس ناگوار یأس و شقاوت را بر جا گذاشت. زنجیر اکثر زنان شاه را نمی شناخت، چون آنها هنگام سفرها یا سیر و گشت بیرون از قلعه چادر پوش بودند. به حرم شاه تنها خواجه سرای آن مرد میان سال با نام عجایب بیغمشاه اجازه درآبرا داشت. زنجیر تنها با اجازه بیغمشاه گاهی در گرمابه پشت حرم آبتنی میکرد و خلاص. اما سفرما را میشناخت، زیرا روزی که شوهرش را در دیهه برسیم بوغی کرده کشت، از زنانش سفرما همراه او بود. اول با امر محبت خان و یوسف علی خان دو پسر نورس این زن را به دیهه چرسیم برده با تیر هلاک کرد. بیگاه آن روز به برسیم آمد و پدرشان را کشت. سفرما آن شب را در خانه درون روز کرده باشد هم وقتی صبح خبر مردن شاه و بچه هایش را شنید، دلش رگ زد که این کار زنجیر جلاد است. ولی از بیم هلاک شدن از بین چندین سال گذشته باشد هم این گمانش را در نزد کسی به زبان نآورده است. برعکس سبب مرگ شوهرش را باوری بخشتر کرده می گفت که در روزهای آخر زندگیش اشتهای درست نداشت و گاهی از هوش می رفت. از این سبب سفرما از زنجیر چون از مرگ مفاجا می ترسید. وقتی خواجه سرای خبر آورد که محبت خان او را به زنجیر دیمرغانی هدیه کرده است، وجودش تگرو شد و نفسش گره خورد، ولی علاج نداشت. راستش کدام کنج دلش ذره روشن هم شد، زیرا 15 سال باز از 4 دیوار حرم سرای بیرون پا نگذاشته بود. وقتی گرد دستارخوان نشستند، زنجیر با لحن عذرآمیز گفت:
ملا را کار ضروری افتاده است، نکاح را به پگاه میمانیم. من یک زن بی‌طالعم، با آواز خسته گفت سفرما. حتی ملا هم در روز نکاح هم اندرمان می شود. این خیل نگوی خاله، برای آنکه طبع ناخوش عروس ناخوشتر نشود، خوشگویی کرد پسری کلانی زنجیر. بی‌طالع می بودی مگر زن شاه شغنان می شدی؟ زن بر روی پارینشاه با اندوه نظر کرده گفت پسرم، از طالع شومم زن عبدالرحیم خان شدم، وگرنه با شوهرم در روشان زندگی خوبی داشتم. چی خیل؟ آیا پیش از شاه هم شوهر داشتی؟ با حیرت پرسید زنجیر. او این گپ را بار اول می شنید و با گوشهایش باور نمی کرد. داشتم، با حسرت گفت زن. بله، مرد هنرمند و زنده دلی بود. نمیدانم حالا زنده باشد یا نه. از من خیلی کلام بود. آوازخوانی میکرد. صدای فارن داشت. چندان که بلبل سر کتفش می نشست. به تمام بزم و معرکه های خرسندی در روشان او را دعوت میکردند. حتی به شغنان و درواز هم می طلبیدند. مرد خوبصورت شیرین زبان بود. انا همون جوان مرد روز به خانه ما آمد. آن وقت من 12-13 ساله بودم. او مرا دید و به پدرم گفت که همین دختر را خدا برای من آفریده است. این زن من می شود. پدرم اول راضی نشد چون که سن و سالش از من خیلی کلان بود، ولی حافظ در مدت 1 سال هفته 2-3 مرتبه به سلامش آمده آخرالامر دلش را یافت. پدرم هم خویش دورش بود، هم برای هنرش او را دوست می داشت. 1 سال زندگی کرده بودیم که شاه عبدالرحیم خان شوهرم را برای گرم کردن معرکه نوروزی به بحر پنجه خواست. وی مرا هم به تماشای عید بزرگ بود. به احترام شویم مرا در میدان بزم در صف زنان دربار شناندند. کاش نمی شناندند و کاش چشم پادشاه به من نمی افتاد. گریه سفرما را گلوگیر کرد و از دیده هایش چند قطره اشک تراویده به پیراهنش ریخت. شوهرت چه نام داشت؟ پرسید زنجیر که از نقل زن دلش باز سیاهتر شده بود. شادوران، آهی پرسوزی کشید زن. زنجیر هرچند فکر کرد این گونه شخص به یادش نرسید. تو او را نمی شناسی، خودت آن وقت شاید در دربار هم نبودی، گفت سفرما. نه بودم، لیکن ما در عیدهای کلان به محافظت قلعه بند می شویم. زن سر جنباند و یک پیاله چای نوشید و قصهش را دوام داد. من آن وقت گل میری بر این خوشرو بودم و از زندگی خوشبختانه هم زنده دل و شکوفان. غرق تماشای بزم از شادی گاهی بلند می خندیدم. در همین حال توجه شاه را جلب کردم. او امر داده است که زود کی بودنم را معین نمایند. وقتی فهمیده است که زن شاهدورانم بگاهی همان روز شوهرم را دعوت کرده اول توفه ها داده است و بعد گفته است که زن تو لایق همسری شاه است، او را به من مانو خودت برو. شوهرم توفه های شاه را به زمین پرتافته داد و بیداد می کند، ولی شاه امر می دهد که 2 نوکر او را تا ساخت چرخ پیش انداز کنند. آنها 1 هفته راهش را پاییدند تا شوهرم برنگردد. با همین روزهای تلخ حیاتم سر شدند و تا حال دوام دارند. 2 پسر نازنینم را به غون برده غورمال کردند برای آنکه دعواگر تخت نباشند. برای آنکه زن در حال افسردگی سر کشته شدن پسرانش را فاش نکند، زنجیر با آستینش پیاله شیروغن پیش او را به بهانه برداشتنش چپه کرد. سفرما اشاره اش را فهمیده لب فرو بست و بی صدا به گریه درآمد. دماغ اهل نشست سوخت. کنیزک و سینهار زنجیر به گریه عروس بدبخت شریک شدند. مردان از سر دستارخوان برخاسته بیرون برآمدند. زنجیر گویا کسی را با شاف میزده باشد، به چه خیال ناخوش دستش را به هوا برداشته در شست پایین انداخت. شاید خیالاً سر کسی را از تن جدا میکرد. جنگ در مکتب. چند شب است که اندیشه های مغشوش خواب ملا خشار را می گریزانند. شب کوتاه سرطان شدت گرما را تا درجه سیرونی پس ننموده
شوله های خورشید از پس قله کوه دهه خاروغ سر می برآوردند. باز گرما هر دو ساحل رود پرتلاطم پنج را فرا می گرفت و با پنجه های ناعیانش راه نفس تمام موجودات زنده را می بست. آخان مثل دیگران در روی حولی یا در بالای بام خواب کرده نمی توانست. از چیزی هراس داشت ولی از چی نمی دانست. بجز این شبها فکرهای عجیب و غریب به سرش هجوم آورده او را مجبور می کردند از جاگه برخیزد و چراغ در گیراند و اندیشه های را که مغزش را پرمه می زدند روی کاغذ آورد. برابری به مصرع و بیت تبدیل یافتند گویا به مقصد رسیده باشند او را دیگر بیقرار نمی کردند. پس از مدت سیله دیگر اندیشه ها مغزش را به جوش می آورد و او مجبور می شد باز کلک و کاغذ به دست گیرد. حادثه های ناخوش هر روزه شاعر را به تهلکه انداخته بودند. جبر و ظلم کس ناشنید و کس نادید محبت خان هر روز هلاک شدن انسانی به دست لگنبرداران او در امان نبودن جان رعیت در سینه اش و شاه و اطرافیانش طوفان نفرت برانگیخته بود. گاهی میخواست اژدهای شود و با آتش غضبش قلعه بحر بنجد و کوشک سرای سنگ را سوخته خاکستر کند به درجه ای که از ظالم استخوان نیمسوز باقی نماند. گاهی میخواست پهلوان افسانه‌ای باشد و با گرز گران کله های زشتندیش آنها را در بدنهای ناپاکشان پرچین سازد چنان که مرغان هوا بر حال زارشان گریه کنند. گاهی میخواست جادوگر زبردست باشد و طلسم سازد که هر ظالم را در جایش به سنگ و کلوخ تبدیل دهد. ولی هیهات بغیر از ریختن درد و غمش در روی کاغذ و درون سوخته خود را آب و ادا کردن از دست او کار دیگری نمی آمد. شعرهایش را هم بجز پهلوان جهانگیر و یک دو شخص دلپور به کس دیگری خوانده نمی توانست. 14 نفر شاگرد دارد ولی آنها کودکند. آوان بیغش بچگی آنها را با شعرهای غم‌آلود و دردناکش زهرآلود کردن نمیخواست. باز اینکه در رو به پدر و مادر خود خبر میکشند. پدران آنها اعیان و اکابر دربار هیچ نباشد خویش و تبار آنهایند. اگر فهمند که آخانشان چه شعرهای می نویسد تمام. مکتب از قلعه دهشت انگیز همگی 10,000 قدم دوری دارد. سری باد برده در چنان چاهی اندازند که از راحیل هم راه آن را یافته نتواند. با این همه بیم و هراسی که در دل دارد وقتهای آخر در لحظه های حساس خود را به دست گرفته نمیتواند. از کجای در دلش جرأت پیدا می شود و در بنیاد صبرش زلزله می افتد. دیروز نکاح زنجیر کلبر را رد کرد. شاید 1-2 سال پیش بر علیه خواهش دل سرپس کرده می رفت. لیکن حالا نمی تواند. دیگر به ظالمان ملکش سر فراوردن نمی خواهد. دلش می گوید که اینک کارد به استخوان رسید. اکنون از 2 طریق مردن باید یکی را انتخاب کند. یا کردی به استخوان رسیده با عذاب علیم جانش را می برارد یا قوه آخرین را جمع کرده آن را به جگر کاردکش می زند. قربان شود هم چون انسانی به ننگ و ناموس خواهد مرد. از کجای مصرع‌ها پی هم در ذهنش شراره زدند و شاعر شمع افروخت و آنها را با نی قلم بر روی کاغذ ریخت. ملک ویران شد تو را ناموس کو، خلق حیران شد تو را ناموس کو، شوغنی را قلماق کشت و قطغن، سینه بریان شد تو را ناموس کو، تا بکی در کوه ما را جر کنند، سنگ گریان شد تو را ناموس کو، پیش چشمت دخترت را میبرند، اشک باران شد تو را ناموس کو، پنجه بر پنجه زد تا دیو و دد، چول شغلان شد تو را ناموس کو. صداهای مبهم شاعر را از عالم رویا به دنیای واقعی برگرداندند. او قلم را درون دوات گذاشت و بیرون برآمد. سکوت صبح کاذب را کاروان خللدار کرده بود. اسیران را میبرند. زیر لب گفت ملاخشال. دلش ته خورد. مشتانش گره بستند. در نیم تاریکی صبح دم انبوه آدمان چون داغ اندو آهسته و گران جنبیده ترک وطن میکرد. ملاخشال بسیار میخواست راه اسیران را گیرد و فریاد زند: به کجا میروید؟ برگردید، سلاح گیرید و ظالمان را نیست کنید.
ولی افسوس این کار را کردن نمیتوانست. به تنهایی از دستش چه میآید؟ نوکران سر یک تیرش میکنند. حتی خود اسیران هم او را دیوانه میپندارند. ملا خشال از غایت بی فریادرسی و عاجزی دست بر سر زد و دیکک نشست. مغزش می جوشید، خونش طغیان می کرد، حتی گوشهایش جرنگس آواز دادند و در همین حال مقطع شعر در ذهنش برق زد. این وطن بر مردمش ملا خشال چاه و زندان شد، تو را ناموس کو؟ شعر کامل شد ولی از آن چه سود؟ اندیشید شاعر. آن به گوش کی می رسد؟ آن یک ناله ضعیفانه است که بسان داد و فریاد اسیران این کاروان نه به شاه اثری دارد و نه به کله‌بران او. شاعر مدتی در همان وضع نشست و سپس برخاست و به شاهراه نظر افکند. کاروان ناپدید، روز روشن می شد. باز یک روز شغلان با بدرغه فرزندان آن آغاز یافت. ملا خشال در حوضکی که در راه آب جویبار ساخته بود اول سر و تن شست، بعد طهارت کرده خانه درآمد و نماز سحر گذاشت. دست بر رباب برد، گوشکهایش را تاب داده زیلهایش را جور کرد و این غزل حافظ را سرود. سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمه، دل ز تنهایی به جان آمد خدایا همدمه. ملا خشال هر بیت را در خون دل خود تر و در سینه سوزان خود گرم کرده از حنجره سر می داد. به نظرش چنین می نمود که هر بیت سرودش چرخ فلک را یک بار دور زده با معنی تازه و فوق‌العاده دیگری به دل او فرود می آید. شاعر غزل حافظ معجزه سخن را به مقطع رساند و اشکهایش را پاک کرد. کلکش را از دوات بیرون آورد و مقطع غزل را نوشت. سپس دیگچه سفالین را با اطاله شب مانده برداشت و بیرون برآمد. در پارچکی علو درگیرانده آن را روی سنگ ها گذاشت. تا گرم شدن اطاله به خود اندیشید که آیا پسری زنجیر دیمرغانه درباره شعری در مذمت شاه گفته‌اش خبر رسانده باشد یا نه. گفته باشد هم سری ترس ندارم، گفت شاعر. باز بهتر، بگذار داند که خدمتگار چه مخلوق است. او اطاله گرم شده را در سر پارچکی راست از درون دیگ آشامید و آن را شست و به خانه بازگشت. اکنون باید تا آمدن شاگردان سبقهای نوبتی را آماده نماید. ساعت پس شاگردان جمع آمدند. سنن گوناگون بودند ولی معلم آنها را موافق سال داخل شویشان به گروه ها جدا کرده درس میداد. چون فرزندان آدمان دارا بودند همه قلم و کاغذ، چند نفر کتاب هم داشتند. ملا خشال موضوع درس را برای هر گروه خود معین میکرد. در مدت یک سال به آنها خواندن و نوشتن حروف را یاد میداد. سال دوم کوشش میکرد که آنها نوشتن و خواندن هر گونه متن‌های آسان فهم را که خود از آثار سعدی، فردوسی، عطار، رومی، حافظ، سنایی و ناصر خسرو انتخاب میکرد آموزند. در سال سوم به 7 میگذشت و 2 سال دیگر شاگردان سوره های قرآن را از بر میکردند. درس حساب هم داشت. آن با آموزاندن 4 عمل به آخر می رسید. در 4 سال مکتب ختم می شد. ملا خشال حس می کرد که مکتبش ناکامل است ولی نمی دانست آن را چگونه تکمیل دهد. در تمام شغلان یگان مکتب حرفه‌ای وجود نداشت. در بعضی دهه‌ها و مانند او آخوان‌های در خانه‌های خود مکتب تشکیل کرده بودند. شیوه تعلیم در همه جا قریب یکخیل بود. هنگام ختم مکتب ملا خشال به شاگردانش توصیه می‌داد که اگر دانش خود را تکمیل کردنی باشند به شهرهای کلان، کابل، اصفهان، بخارا، خوقند رفته در مدرسه ها تحصیل کنند. ولی چنین بخت به کمترین کسان دست می‌داد. اکثر کل پس از ختم چنین مکتب امکان پیدا می‌نمودند که کتاب‌های دینی و مذهبی و دیوان شاعران بزرگ را بخوانند. بغیر از کتاب‌های دینی و ادبی، ادبیات دیگری وجود نداشت. وجود داشته باشد هم کسی در فکری به شغلان آوردن آنها نبود. معرفت مذهبی دیگر نمود معرفت‌ها را هم در مغز و هم در محل سکونت مردم تنگ کرده بود. ملا خشال چقدر دانشمند میشد همان قدر جهالت و عقب ماندگی محیطش را عمیق‌تر میفهمید. حس میکرد که دنیا به مراتب رنگین‌تر، روشن‌تر و فراختر است از ملککی که او و مردمش در آن چون کرمکان زیر تپک زندگی میکنند. بنابراین میخواست به جانب هندوستان یا ایران سفر کند و
آن مملکت‌های متمدن را ببیند و اگر طالع دست دهد در مدرسه تحصیل نماید. آخوند تلیچه و کلک و دواتش را برداشته به مکتب درآمد و در پیشگاه چارزانو زد. چون همیشه اولین شاگردی که به صنفخانه درآمد میرزا عزیز بود. او سلام داد و در جای همیشگی خود نشست. در خانه تنجیست؟ پرسید آخوند. تنجیست. بابام قریب سحر از غمخانه آمد. حالا خواب است. تو چی خوندی؟ داستان کاموش کشانی را تا نیمش خوندم. از بر کردی؟ 10 بیت اولش را. چقدر توانی از بر کن. معنایش را فکر کن و دان. تو که پهلوان هستی کارنامه پهلوانان شاهنامه را آموز و به آنها پیروی کن. آخوان وقتی این داستان را میخوانم روح بلند میشوم. میخواهم به مثل هوشنگ و سام و رستم دلاور و زبردست باشم. گرز گران داشته باشم و سر نوکران خونخوار شاه را پرچین زمین کنم. ملا خشال از هوشمندی و شیردلی شاگردش به وجد آمد. به اختیار دست به تلیچه‌اش برد و شعر شب نوشته‌اش را برآورده گفت: میرزا عزیز گوش کن. تا آمدن بچه‌ها شعر نوم را به تو میخوانم. میرزا عزیز سر جنباند و سراپا گوش و هوش شد. وقتی که ملا خشال بیت آخرین را خواند، میرزا عزیز از جای برخاست و دست آخوانش را بوسید و گفت: آخوان، این بزرگترین شعر است. آن را به من ده. رونویس کرده به بابایم میبرم. ملا خشال با خوشحالی کاغذ را به میرزا عزیز داد. او نشست و به روبرداری شعر مشغول شد. شاگردان دیگر هم آمدند، ولی پسر زنجیر جلاد بیدرک بود. یقین پدرش امروز نکاح دارد. از دل گذراند آخوان. برای همین نآمد. آفتاب به قیام نزدیک شده درس به پایان می رسید که بنا خواست زنجیر دیمرغانی با 60 به صنف درآمد. وی به سلام و کلام راست به نزد ملا خشال رفت و از گریبانش گرفته یک دسته به هوا خیزاند. شاگردان هیاهوی برداشتند. زنجیر ملا خشال را چرخ زنانده فریاد کشید: تو پدرسگ چه حد داری که دعوت مرا رد کنی؟ حالا تا استخوان‌هایت را ریزه ریزه نکنم از چنگ من خلاص نمیشوی. میرزا عزیز دید که اگر لحظه دیر ماند آخوانش معیوب میگردد. دبدبان پریده با هر دو پایش به میان زنجیر ضربه زد و خود به تخت پشت افتاد. این ضربه چنان سخت بود که زنجیر موازنتش را گم کرد و پیشانیش به دیوار زد و ملا خشال از دستش رها شده بالای کورپچه نشستگاهش پرو غلطید. سر زنجیر گرنگ شد. چشمانش لحظه سیاهی زدند. میرزا عزیز زود برخاست و آخوان را از روی کورپچه برداشته به پا گذاشت. بچه ها داد و وای کنان بر روی حولی شتافتند. پس از دقیقه هوش زنجیر به سرش آمد. او قفا برگشت و نعره کشید: مرا کی زد؟ من. آرام پاسخ داد میرزا عزیز. تو؟ پیشانی سرخ شدهش را داشته ناباورانه سوال کرد جلاد. تو فیسینک مرا زدی؟ من برای آخوانم تو را میدرانم، گفت میرزا عزیز. زنجیر از حنجره‌اش غرش سر داد و به میرزا عزیز در افتاد. میرزا عزیز هم به او چسبید. دقیقه هر دو زور زدند. میرزا عزیز در نزد هیکل بزرگ زنجیر خرد و ضعیف به نظر می رسید. ملا خشال گمان کرد که زنجیر شاگردش را با یک زور بر روی فرش غیلانده استخوان‌هایش را می شکند. بیرون دوید و کلتک برداشته به یاریش شتافت. به صنفخانه در آمد و از حیرت در جایش شق شد. زنجیر به تخت پشت افتاده بود و میرزا عزیز به سینه‌اش سوار شده گلویش را می فشرد. کفتینگ پنجه های او چنان محکم بود که زنجیر گران جثه چون بر زگاو مذبوح دست و پاچک می زد و خود را رها کرده نمی توانست. ملا خشال چون دید که لحظه دیگر جان زنجیر می براید داد زد: میرزا عزیز سرش ده که می مرد. می کشم. نفس زنان آواز برآورد جوان پسر و فشار را بیشتر کرد. ملا خشال از کتفان شاگردش داشت و کشید. میرزا عزیز پنجه از گلوی جلاد برکند و از سر سینه‌اش برخاست. هیکل عظیم زنجیر دم ناجنبان ماند و هنگام میرزا عزیز به پهلوی او شلاق زد به جنبش درآمد. این اثنا شاگردان هم چون دیدند که غلاغله بسنده شد به صنفخانه درآمدند. آنها زنجیر به پشت افتاده را دیدند و از غایت حیرت شق شدند. زنجیر که امیدش را از زنده رها شدن از چنگ میرزا عزیز کنده بود بی‌مدارانه در جایش نشست. بعد مثل کوران چند بار با پنجه هایش فرش را پرماسیده گلو افشاند و به پا خیست. میرزا عزیز گفت: از آخوان منتدار باش که جانت را خرید. بار دیگر به مکتب قدم گذاری مردت را میبرارند. زنجیر در رو بروی میرزا عزیز دقیقه ایستاد. قد و قامت او را لاقید
از نظر گذراند و حرفی نزده بیرون رفت. خاموش از حولی مکتب برآمده به اسبش سوار شد و مهمیز زد. آخوان و شاگردان از چنین رنگ گرفتن حادثه لال و مبهوت ماندند. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتاری 18 برنامه را برایتان کارگردان زبداجی محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.